A2 Verben. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich Ihnen einige Verben auf Niveau A2 zeigen. سلام بچه‌ها، به این ویدیو خیلی خوش اومدید. تو این ویدیو می‌خوایم تمام فعل‌های A2 رو باهاتون کار کنیم. اگه این فعل‌ها رو بلد باشی یعنی سطحت A2. بزن بریم. اولین فعل آنفانگن هستش که به معنی شروع شدن یا شروع کردنه. یه فعل تقنبار و جدا شدنی هستش و مثالش هم میشه wir fangen den Kurs an. ما کلاس رو شروع میکنیم. فعل دوم فعل annehmen هستش که به معنی پذیرفتن یا قبول کردنه و مثالش هم که میشه das Kind nimmt seinen Fehler an. بچه اشتباهش رو قبول کرد. بریم سراغ فعل بعدی. فعل سوممون آنبیتن به معنی ارائه دادن هستش که یه فعل پرکاربرده و مثالش هم که میشه die Firma bietet viele Möglichkeiten an که میشه شرکت امکانات زیادی به ما ارائه داد. چهارمین فعلمون فعل اندرن هستش که به معنی تغییر کردنه و مثالش هم که میشه man muss ändern. آدم باید تغییر کنه. فعل بعدی فعل بکن هستش که به معنی پختن، بیشتر تو کیک و نان به کار میره و مثالش هم که میشه ich backe Brot. من نان میپزم. فعل بعدیمون فعل فرزوخن هستش که به معنی تلاش کردن و سعی کردن هستش و یه مثال کاربردیش هم که میشه ich versuche Deutsch lernen. ich versuche Deutsch lernen. من تلاش میکنم آلمانی یاد بگیرم. فعل بعدی فعل reparieren هستش که به معنی تعمیر کردن و درست کردن یه وسیله‌ایه که مثالش هم که میشه ich repariere mein Auto. من ماشینمو تعمیر میکنم یا درست میکنم. فعل بعدیمون فعل دکن هستش که به معنی چیدن روی میزه. برای مثال میگیم که ich decke den Tisch. من روی میزو میچینم. فعل بعدیمون فعل sich fühlen هستش به معنی احساس کردن که یه فعل رفلکسیوه و مثالش هم که میشه ich fühle mich wohl. من احساس خوبی دارم. فعل بعدیمون فعل führen هستش که به معنی مدیریت کردنه و مثالش هم میشه ich führe diese Firma. من این شرکت رو مدیریت میکنم. فعل بعدیمون فعل mitkommen هستش که به معنی همراه اومدنه و مثالش هم که میشه du kommst mit. تو همراه هم میای. فعل بعدیمون فعل ankommen هستش که به معنی رسیدنه و مثالش هم که میشه ich komme Berlin an. من به برلین رسیدم. فعل بعدیمون فعل کنن هستش که به معنی شناختنه و مثالش هم که میشه du kennst mich. تو من رو میشناسی. فعل بعدیمون فعل schreiben هستش که به معنی نوشتنه و مثالش هم که میشه ich schreibe einen Brief. من یک نامه می نویسم. فعل بعدیمون فعل شیکن هستش که به معنی فرستادنه و مثالش هم که میشه ich schicke dir ein Foto. من به تو یک عکس میفرستم. فعل بعدیمون فعل probieren که به معنی امتحان کردنه و مثالش هم که میشه ich möchte diese Essen probieren. من میخوام این غذا رو امتحان کنم. فعل بعدیمون فعل آنلگنه که یکی از فعل‌های پرکاربرده و تو سطح B1 هم خیلی استفاده میشه. یه سری از معنیاش به معنی هزینه کردن، سرمایه گذاری کردن و قرار دادنه. مثالش هم که میشه ich lege auf diese Projekt an. من روی این پروژه سرمایه گذاری میکنم. فعل بعدیمون فعل بتالن هستش که اونم تو سطح به یک کاربرد داره و به معنی پرداخت کردن هستش و مثال کاربردی هم که بخوایم بزنیم میشه ich bezahle die Rechnung. من صورت حساب رو پرداخت میکنم. فعل بعدیمون فعل بکومن هستش که به معنی دریافت کردن هستش و مثالش هم که میشه ich bekomme mein Zeugnis. من مدرکم رو دریافت میکنم. فعل بعدیمون فعل tragen هستش که به معنی حمل و نقل کردن یا پوشیدنه که کاربرد زیادی داره و مثالش هم که میشه ich trage meine Bücher. من کتابامو با خودم حمل میکنم. فعل بعدیمون فعل بتراگنه که یکی از فعل‌های مهم سطح B1 و به معنی بالغ بودن بره و تو اشپقشن B1 خیلی کاربرد داره. یه مثال هم که میتونیم بزنیم میشه die Länge beträgt 600 متر. طول آن بالغ است بر 600 متر. اگه بخوای کل این فعلا رو داخل یه PDF به صورت رایگان داشته باشی، من یه PDF درست کردم و داخل چنل تلگرامم که دویچلند میت هادیه گذاشتم، میتونی اونجا راحت بری و اون PDF رو برداری. ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه ما بودی. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و چنل من رو سابسکرایب کنید. بیستان.